تو برای ما بگو که انجیل بالای کدام پیامبر نازل شده؟ بالای حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. مطمئن هستی؟ بله. فکر نمیکنی باز؟ نه. کتاب انجیل بالای حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده؟ بله. جواب تغییر نمیتی؟ نه. درسته. سوال دوم میپرسم. سوال دومی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در کجا دفن هست؟ در مکه معظمه. در مکه معظمه؟ مطمئن هستی؟ بله. چند فیصد؟ 50%. 50%؟ خب تغییر نمیکنه جوابت؟ نه. درست است. خدا تو رو موفق داشته باشه. سوال اصلی این است که محمد صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره دفن شده، در مکه مکرمه دفن نشده. درست است؟ درست. تو رو خدا موفق داشته باشه. بخیر باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. نامتون چیست؟ عرفان. عرفان جان. عرفان جان مکتب میخونی؟ بله. صنف چندم هستی؟ صنف 3. صنف سیوم هستی. کدام مضمون زیاد دوست داری؟ قرآن کریم. قرآن کریم را در آینده بخیر میخوای چی شوی؟ دکتر. دکتر شوی. خدا تو رو موفق داشته باشه. خب ما یک سوال داریم. اگر دو سوال یک برنامه داریم، دو سوال است. اگر خودت موفق شدی و سوالات را جواب بدی برای کتاب جایزه میتیم. درست است؟ درست است. آماده هستی؟ آماده هستم.